تاجیکستان پس از گذشتن از مرحله اول استقلال که دوران دشواری به اعتدال آوردن وضعیت و تحکیم پایه‌های دولتداری بود، درهای خود را برای کشورهای عالم باز کرد و با اعلان سیاستی درهای گشاده وارد عرصه روابط بین المللی شد. کشور ما نه تنها مقام و نفوذ خود را در جهان بالا برده، ارزش‌های والا و میراث غنی مردم شریف تاجیک را به اهل عالم معرفی نمود، بلکه در حل و فصل مسائل منطقوی و بین المللی و پیشبرد روزنامه جهانی فعالانه اشتراک کرد و نقش آفرید. ما چون دولت پیشبرنده سیاست درهای گشاده با تمام کشورها مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های متقابلاً سودمند را راه اندازی می‌کنیم و گسترش می‌دهیم. امروز تاجیکستان با 179 دولت دنیا مناسبت‌های دیپلماتی دارد و با تلاش‌های موثر خود در عرصه بین‌المللی همچون کشور فعال و تشبثکار شناخته شده است. ما مؤلف 4 تشبث بزرگ از جمله سال بین‌المللی آب تازه 2003، 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای حیات 2005-2015، سال بین‌المللی همکاری در ساحه آب 2013 و 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 می باشیم که اهمیتی اولی دارد.